صبح میکنه یک توی عالی مهدوی که فرار میکنه فرصت برای مهدوی کیا چه موقعیتی از دست رفت مهدی مهدوی کیا تک به تک در مقابل وحید عبدالله از دست داد، اما امیدواریم به ادامه مسابقه با این روندی که تیم ایران در پیش گرفته میتونه دروازه عربستان رو باز بکنه. یک توی فوق‌العاده فرار میکنه اینجا آخرین تکل بلند میشه وحید عبدالله مسیر توپ رو عوض میکنه. ضربه کورنر برای تیم ایران. حالا روی دروازه میاد توپ فرصت و وحید عبدالله برمیگرد پای راست که پای غیر تخصصیشه. چه موقعیتی رو ما از دست در سینه حبس شده بود. پرتاب برای ایران آدم خوب بازی میکنه. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه انشالله به گل هم خواهیم. چیکار داری میکنی؟ بسن جان ولش کن. ول کن، دستات کثیف میشه، لباسات کثیف میشه، مریض میشی میری خونه مامان دعوت میکنه. ولش کن. به دروازه موقعیت این آقا ببین اینجا تو پوره هم اینجا تمیز میکنه. آقا جان بریم. عطیف خود عطیف این فرار میکنه دروازه فرصت برای تیم ایران. صبح میکنه یک توی عالی مهدوی که فرار میکنه فرصت برای مهدوی کیا چه موقعیتی از دست رفت مهدی مهدوی کیا تک به تک در مقابل وحید عبدالله از دست داد، اما امیدواریم به ادامه مسابقه با این روندی که تیم ایران در پیش گرفته میتونه دروازه عربستان رو باز بکنه. یک توی فوق‌العاده فرار میکنه اینجا آخرین تکل بلند میشه وحید عبدالله مسیر توپ رو عوض میکنه. ضربه کورنر برای تیم ایران. حالا روی دروازه میاد توپ فرصت و وحید عبدالله برمیگرد پای راست که پای غیر تخصصیشه. چه موقعیتی رو ما از دست در سینه حبس شده بود. پرتاب برای ایران آدم خوب بازی میکنه. اگر همین روند ادامه پیدا بکنه انشالله به گل هم خواهیم. چیکار داری میکنی؟ بسن جان ولش کن. ول کن، دستات کثیف میشه، لباسات کثیف میشه، مریض میشی میری خونه مامان دعوت میکنه. ولش کن. به دروازه موقعیت این آقا ببین اینجا تو پوره هم اینجا تمیز میکنه. آقا جان بریم. عطیف